چرا دنیای من را تاریک ساخته اید؟ چرا اینقدر ظلم روان است؟ چرا هر روز خون افغان جاری است؟ چرا به فتوای بیگانه ها افغان را میکشد؟ عاطفه و ترحم کجاست؟ لقمه نان مظلومان را چرا میگیرید؟ اگر عسکر و یا افسر افغان و یا جوانان مخالف افغان کشته شود، غمش به کی میرسد؟ اشک کی میریزد؟ اشک پاکستانی ها؟ اشک ایرانی ها؟ اشک غربی ها؟ و یا اشک افغان های مظلوم؟ از دموکراسی بیزار شده ایم، زیرا به بازی گرفته شد. فساد داد میزند، قاتلان آزاد میشوند، رشوه‌خوران حمایت میگردند، جوانان محتاط میشوند، چپاولگران مکافات میبینند. پس راه نجات مردم ما در کجاست؟ آری، نفاق ما همسایه های مزدور را جرأت داده تا ما را مزدور خود سازند و این خواب دیوانگی را هر روز میبینند. مگر نمیدانند که سلی افغان تن از تن جدا کند، سلی افغان تن از تن جدا کند، گر برویش خورد بی کفن رسوا کند.